سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو چنلمون، یعنی چنل کاکایو در واقع کاکایو. خیلی خوش اومدید آقا. امیدوارم از محتوای ویدیو خوشتون بیاد. یه چنل جدید زدم و اومدیم که محتوای ماینکرافت سرور و ازش بذاریم، محتوای مختلف از سرور هر چیز. خب آقا بریم سراغ ویدیو. آقا ما اولین ویدیومون رو با سرور نوکسل اسمپی شروع میکنیم. سرور نوکسل اسمپی خیلی نزدیک به دونات اسمپیه. خود دونات اسمپی فقط با تفاوت این که سرور ایرانیه، سرور مخصوص ایرانیه. و آقا رایگان هم هست، میتونید بیاید بازی کنید. آی پیشم آسیا نقطه ناکسل نقطه فان. خیلی باحال، همه چیز شبیه دونات اسمپیه. این اسلش ای چشه و از این رو داستانه. خب رفقا الان میخوایم شروع کنیم با اولین ویدیومون، آموزش به دست آوردن پول توی سرور ناکسل اسمپیه. خب خیلی راه زیادی وجود داره، از ترپ کردن پلیرها و خیلی چیزای دیگه. اولین راه کندن چوبه، یعنی درآمدزایی از چوب. مثلا ما اینجا یکم چوب پیدا میکنیم و اینجا سرچ میکنیم AH یه سرچ میکنیم لاگ. اینجا یه نفر گذاشته 100 تا دونه که حالا مردم نمیدونم چرا الان نمیفروشن، قبلا زیاد میفروشن. ما مثلا میایم با قیمت پایین تری میفروشیم. مثلا کسی گذاشته 5K، ما میذاریم 4K و از این راه میشه پول رو برد. از یه راه دیگه هم /sell میتونیم اینو اینجا بندازیم. حالا من نصفش لازم دارم برمیدارم. حالا لازم من اینو اسپریتش کنم. مثلا 21 چوب کندیم، /sell میزنیم، میندازیم اینجا، 300 خورده میفروشش. خب این راه تقریبا خوبیه که اوکی برای اول کار که بخوایم پول در بیاریم. مثلا پول نداشته باشین اول کار بخوایم پول در بیاریم، راه اوکی. بعد راه بعدی اینه که مس و اینجور چیزا بکنید. مس راه درآمدزایی خیلی خوبیه، ولی خب کمیابه دیگه، خودتون میدونید مس بالاخره از چوب کمیاب‌تره. ما اینجا یه تیپی بدیم، یه قار پیدا کنیم. اینجا که اصلا قار پیدا نمیشه 100%. بریم جای دیگه. اینجا هم که باز برفه. یه تیپی دیگه. ای وای بازم برف. اگه همینجوری ادامه پیدا کنه مجبوریم بریم خودمون زیر زمین بکنیم. هر جا میریم ماشاءالله پلیر بوده. یکم زیر زمین رو بکنیم، شاید مس پیدا شه. یکم همینجا رو بکنیم، اگه مس پیدا شه کارمون زودتر راه میفته. خب آیرون پیدا شد، مس پیدا نشد. ایوه.
چند تا، چون فورچن دارم بیشتر هم دارم. 4 تایی کندم به 6 تا کندم به دیپ سلیت رسیدیم. مشتی بده دیگه. به بازم آیرون. نتم یکم ضعیفه، دیر لود میشه. حالا 44 تا آیرون هم اینجا گیر آوردیم، بد نیست. همین رای که میگم فروش آیرون و اینا هم هست. مثلا آیرون و طلا مس کاپر درآمده زیادی داره، یعنی خیلی پول میدن. اگه اینجا فقط مس باشه نباشه دیگه بدبخت. باید بریم بخریم و پلیرات رو تست کنیم. خب حالا شما میتونید پیدا کنید. اگه اینجا باشه من یه تعدادشو میخرم. اینجا مثلا این نفر مثل گذاشته 1 و 4. من حالا برای که به شما نشون بدم میخرم و شما خودتون برید پیدا کنید. خب حالا کاپ رو به ربات سرور بفروشیم بهتره. میان اینجا یه استکش میشه 1 و 400 میذارید اینجا میفروشید. یه با انعام سرور 1 و 800 بهتون پول میده. 1 و 800 یعنی هر استک کاپری که جمع میکنه 1 و 800 درآمد داره. برای فروختن بزنه سل داستان چیه؟ اینجا پلیرها داشتن با هم حرف میکنن. چی بوده؟ اشکال. خب یه همین رو هم که بهتون گفتیم فروختن مس و آهنم الان بهتون درآمدشو میگم. آهنم هر 44 تاش میشه 880 تا. چون الان میذارم به پلیرها بفروشم گیرونتر میخرن. برای فروختن به پلیرها میرید دستتون آیتمو AH خط فاصله سل مثلا 44 تاش من میذارم 4500. خب راه بعدی که واقعا بهترین راهه به هم ریختن اقتصاد سروره. اگه یوتیوب ببینید بعضی یوتیوبرها همچین کاره کردن. این کار هم کار رو برای خودتون آسان تر میکنه هم برای پلیرهای تازه کار. یعنی قیمت و ارزش چیزی که میخواید اقتصادش رو به هم بریزید میاره پایین. مثلا به فرض مثلا شما میخواید چوب بفروشید، یه سرچ میکنید تو /AH مثلا یه سرچ میکنید /AH چوب رو میبینید قیمتشو. مثلا یه یارو همین الان گذاشته 7K. ما میام یه استک جمع میکنیم میذاریم 3.5K که اما بیشتر بخرن. او هم میبینه از خودش دیگه نمیخرند، کسی که قیمتش پایین تره میخرن میاد او هم قیمت رو میاره پایین و همینجوری آروم آروم قیمت ها میاد پایین. بعد مثلا میبینین قیمت چوبا رسیده به مثلا چقدر، مثلا 2K. ارزون ترین چوبی که مثلا تو بازار شده 1K. هر چوبی که میبینین قیمتش پایینه رو میخرین و دیگه هیچ حرکتی نمیزنید تا باز قیمت ها بره بالا. وقتی قیمت ها رفت بالا شما باز اون چوبایی که ارزون خریده بودید در پلیرها میفروشیدش. یعنی بخوام یه بار دیگه توضیح بدم، خلاصه تر توضیح بدم، الان باز توضیح بدم. مثلا یه سرچ میکنید /AH مثلا یه استک چوبه، حالا 23 تا هست ولی انگار یه استک چوبه. میرید دستتون /AH سل 3500 مثلا اون یارو فروخته چقدر، مثلا فروخته 7K، ما میایم یه استک رو میفروشیم 3.5K، یعنی تقسیم بر 2. و همینجوری میبینه اون هم دیگه کسی ازش آیتم نمیخره چون قیمت
در واقع آیتمی که ما گذاشتیم ارزونتر و خودش خرید نمیکنن چون گیرون میذاره، میاد و هم قیمت ها رو میاره پایین. همینجوری پلیر رو پشت سر هم قیمت رو میارن پایین تا اونا بیشتر خرید بشه. آروم آروم اقتصاد سرور نابود میشه، اقتصاد چوب سرور نابود میشه و شما هر چوب ارزون تو سرور هست رو میخرید. بعد که باز قیمت چوبا رفت بالا، شما میفروشیدش، اینجوری سود میکنید و این آسان ترین راهشه دیگه. یعنی فقط یکم صبر میخواد، یعنی مثلا یه روز صبر کنید باز قیمت چوبا میره بالا. و اینم بود از این ویدیو، اولین ویدیو. حمایت کنید، اولین ویدیومون بود. با موبایل هم هستیم، انشالله یه پیسی جمع کنیم با پیسی پلی بدیم و اینجور چیزا دیگه. با حمایت و اینا فراموش نشه. اگه توضیح بیشتر خواستید کامنت بذارید، بگید توضیح بیشتر میخواین، من براتون بیشتر توضیح میدم و یه ویدیو جداگونه ازش میسازم. از هر چی که بخواین مثلا توضیح بیشتر میدم، هر چی که بخواین. مثلا بگید من به هم ریختن اقتصاد سرور رو نفهمیدم چجوری باید درستش کنم، مثلا خودم یه آیدی ازتون میگیرم، آیدی تلگرام یا حالا واتساپ چیزی، میام براتون توضیح میدم و اینجوری دیگه کارمونم راحت تر. و حمایت و اینا فراموش نشه، لایک، کامنت، ساب و مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. اگه هر کسایی هم که تا اینجا ویدیو دیدن یه قلب قرمز بزنن. خداحافظ.